اسم مستعارم هم تایگر لایک. اکثر بازیکنان منو به نام تایگر لایک میشناسن. یکی از بازیکن قدیمی آرت هم در حال حاضر هم مربی آموزشیشون منم. آموزش شما بر عهده منه. از اونجایی که بازی خیلی پیچیده است و نیاز به درک درست از بازی داره، یعنی شما اگه درک درستی از بازی داشته باشین بازیتون خیلی بهتر پیشرفت میکنه. ما آموزشمون از پایه شروع کردیم که اول بیایم واحدها و نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون که چجوری طراحی شدن رو واسه شما توضیح بدیم. واسه همین اول از واحدها شروع میکنیم. اول واحد سرباز آسولت و توضیح آپدیتاشون رو براتون شرح میدم که قشنگ بدونید چی به چیه. در مورد HP و آرمور، اگه بخوام واسه HP و آرمور یه مثال ساده بزنم، مثل یک معادله ضرب میمونه. HP عدد اول ضربه و آرمور عدد دوم ضرب. یعنی شما اگه 10 تا آپدیت داشته باشین، بخواین یک دونه آپدیت رو روی HP بزنین و 9 تا روی آرمور، 1 ضرب در 9 میشه 9. ولی اگه 10 تا آپدیت رو بیاین 5 تا روی آرمور بزنین و 5 تا روی HP، عدد حاصل شما میشه 25. پس خب واحد شما بهتر آپدیت میشه و تاثیر بهتری تو بتل داره. در مورد آپدیت ها یک توضیح خیلی کوتاه میدم، ولی خب داخل توضیحات اینجا همه چیز واسه شما نوشته که چه چیزی اضافه میشه یا چه تغییراتی ایجاد میشه با هر آپدیت. شما میتونید با اسکرین شات داخل مترجم تمام این متن رو به عنوان فارسی بخونید و قشنگ متوجه بشید که چی به چیه. خب HP همون جون خود واحدهای، آرمور سپرشونه. مثلا این آپدیت نوشته که رنج سلاحت نیم رنج اضافه میشه. خب این نوشته مثلا دمیج اضافه میشه. بعد هر واحدی هم یک نوع طراحی خاصی داره، واسه زدن یک واحد دیگه ساخته شده. من نقاط ضعف و نقاط قوتی هم داره. به عنوان مثال سرباز اول برای زدن RPG ساخته شده. یعنی باید با RPG رو خیلی راحت میتونید با سرباز بزنید. بعد سرباز اول هم خیلی مهمه، حتما باید آپدیتش کنید، چرا که اول بازی شد تو یک دونه از نقاط نقشه یک دونه از سرباز شما با یک دونه از سرباز حریف روی یک دونه ریسورس بیفته. اونجاست که فقط آپدیت های سربازها تاثیر گذاره. یعنی یک دونه سرباز شاید یکم جوش بیشتر باشه، زنده بمونه، یک ریسورس برداره. ریسورس هم اول بازی خیلی مهمه که دریافت کنید. پس برای همین اولین واحد سرباز رو همیشه آپدیت کنید تا جایی که میتونید روش پول خرج کنید. واحد دوم RPGه. در مورد توضیحات هم اینجا باید توضیحاتی داخل چه واحدها نوشته، متن واحد نوشته، باید یک نوع توضیحاتی بدم. اینجا دیمیج بیز آرمور 1، یعنی کلاس آرمور 1. هر واحدها همشون اینجا آرمور 1 یا 2 یا 3 دارن. اینجا بیاین نگاه کنید، فورتس آرمور 3، یا هامر آرمور 2، یا زئوس آرمور 3. اینجا دیمیج هاشون رو نسبت به کلاس های آرمور نشون میده که مثلا برای آرمور 1 62، برای آرمور 2 29، برای آرمور 3 23. اینجا فایر رنج فاصله شلیک بدونش میاد، چه فاصله ای واحد میتونه شلیک کنه. رید فایر شلیکش تو دقیقه است، یعنی این سرباز توی 1 دقیقه تو 60 ثانیه 200 تا تیر شلیک میکنه. اینا فایر رنج دقیقت شلیک، یعنی چون دو تا سلاح داره دقیقتاشون رو دو تا نوشته 90 63. این اکسیمون این شوهای تخریبشون، آسیبشون میرید شوهای زیادی ندونید، صفر. واحد دوم واحد RPGه. بعد این واحد نقطه قوتش اینه که باید باش RPG رو بزنید. نقطه ضعفش هم اینه، کلاس 3 پیاده نظامه، مثل اسنایپر یا آتیشی. نقطه ضعف این واحد اینه. واحد دوم RPGه. خب اینم از روی طراحی داخل توضیحات شما میتونیم بفهمین که این واحد واسه چه چیزی ساخته شده. الان بیاید نگاه کنید، داخل کلاس دیمیجش برای آرمور 1 115، برای آرمور 3 313 و برای آرمور 2 389. از روی دیمیج میتونیم بفهمیم که این واحد واسه چه چیزی ساخته شده. این واسه زدن تانک‌های متوسط و سنگین میتونه استفاده بشه، ولی واسه سرباز زدن اصلا خوب نیست.
خب آرپیجی هم برای زدن تانک استفاده میشه، ولی خب ضعفش سربازه، یعنی پیاده نظام مثل سرباز اول یا سرباز سوم یه تیکه گوشت براشون. خب اینجا توضیحاتش نوشته، قبلا من چند دقیقه پیش براتون توضیح دادم که چی به چیه. این توضیحات حتما بخونید، خیلی مهمه. سرباز سوم هم سرباز آتیشیه، این هم واحد بسیار خوبیه، واحد بسیار خوبیه واسه کنفدراسیون، حتما آپدیتش کنید. نظم مقاومت رو کلا به هم میزنه، خیلی واحد خوبیه. بعد واسه زدن سرباز استفاده میشه، به هم زدن نظم دشمن. اینو باگایی هم داره که مثلا رو هوای دیمیج نمیخوره فلانه، یا واحدهای دشمن گیج میکنه یا میفته نزدیکشون، باعث میشه به هم دیگه آسیب بزنن. این واحد خوبیه. خب توضیحات آپدیتش هم دیگه چیزی واسه گفتن نداره. این مثلا آرمور یا چیزای ساده که شما داخل خود مترجم میدونید اینا رو پیدا کنید، نیاز به توضیحات نداره، من بیام وقت شما رو بگیرم. واحد بعدی نفربر پورتس. بخواید چای ارتشا رو نگاه کنید، نفربر دارن، بعد تانک. اینا به عنوان نفربر داخل بادی طراحی شدن، یعنی دیمیج اصلیشون اینجا نگاه کنید برای واحد آرمور 1، یعنی پیاده نظام خوب میزنن. این تانکای درجه 1 سطح 1 برای زدن پیاده نظام استفاده میشن. فورتس هم واحد بسیار خوبیه، ولی خب استفاده زیادی تو بتل نداره، فقط برای بیگریس میتونید استفاده کنید. واحد بعدی هامره که هامر بسیار واحد خوبیه، از اونجا که سی پی بسیار کمی میگیره و دیمیج بسیار خوبی هم واسه کلاس ها داره. ببینید واسه کلاس آرمور 3 578 تا، واسه آرمور 2 621. ولی خب ضعف ها و نقاط قوت بسیار خوبی داره. ضعفش اینه که جلوی سرباز خیلی عملکرد ضعیفی داره، از رو آنباش میتونه مداری که 189 میگوزن میخواد بگیم 1/3 دمیجای بعدیه مال کلاس بعدیه، ولی خب نقاط قوتی هم داره. نقاط قوتش هم اینه که اگه با شیلد آتش کنید خیلی خوب جواب میده، و اینکه تعدادش هرچی بیشتر باشه بهتر جواب میشه. مثل یک دونه گله بوفالو میمونه، انگار بندازی تو بیس دشمن رو تخریب کنه. واحد بعدی هم خب زئوس، اینم تانک درجه 3 آرمور 3. خب اینا اصل بازی روی ایناست، روی واحدهای درجه 3. هر خونه اگه آپدیت کنید و پول خرج کنید به نظر من بهتره. خب اینا آپدیتش خیلی بساس آمور و فلان و اینا برای دیمیج و رنج و چیزاست، چیز خاصی هم نداره که بخوای توضیح خیلی خاصی واسش بدی. همه چیز اینا رو کسایی که یک تا تو بازی باشن راحت میتونن اینا رو در بیارن. واحد بعدی هم تایفونه. تایفون خب آپدیتش معلومه، ولی اینجا باید یه نکته‌ای بهتون بگم که قشنگ درک کنید بازی رو. این تایفون دو تا حالت داره، یکی مارچ موده، یکی سیج مود. وقتی مارچ مود هم حالت عادیه که حرکت میکنه، ولی سیج مود حالت که میخکوب میشه. تو حالت عادی ریت فایر تایفون 37، یعنی تو 1 دقیقه 37 موشک شلیک میکنه، ولی رو حالت سیج مود 75 تا موشک میزنه، یعنی بودن 2 برابر، یعنی 2 برابر آسیب به دشمن وارد میکنه. پس اکثر اوقات میخواید از تایفون استفاده کنید نذارید رو حالت مارچ مود باشه، یه حالت اول درگیری شروع شد رو حالت سیج مود بعد نگهش دارید. واحد بعدی هم تورنت، یک واحد بسیار خوبیه، بسیار خوب آسیب میزنه، ولی خب ضعفایی هم داره. اینی که حتما باید ازش محافظت کنید، و اینکه با واحدهای هوایی جلو واحدهای هوایی آسیب پذیره، یعنی راحت با هوا یا ورتکس راحت میتونید بزنیدش. چرا؟ چون این حالت اینجا اگه نگاه کنید نوشته 75-53 رو حالت مارچ مود که هم حالتی که بسته هنوز باز نشده، آرمورش بسیار بیشتر. وقتی حالت سیج میشه کلا همه واحد هم میان، وقتی رو حالت سیج میان آرمورشون میاد پایین، دیمیجشون میره بالا. خب اینجا باید مشخصاتش نوشته، ولی یک نکته بسیار چیه که شعاع آسیبش ببینید 2، بعد اون تعداد موشک خیلی بسیار زیادی میزنه، یعنی پخش میکنه، بعد اونم آسیبش بسیار زیاده، یعنی منطقه بسیار زیادی رو زیر پوشش آتش قرار میده. این واحد بسیار خوبیه واسه کم، واسه حمله بسیار خوبه.
واحد بعدی شیلده. خب کار شیلد چیه؟ همون اول که مثلا مثال HP و آرمور زدم که گفتم عدد اول HP عدد مثل معادل ضرب میمونه، عدد اول HP عدد دوم آرموره. این وظیفه‌ش اینه که اون عدد دوم شما رو اگه 7 باشه به مثال میکنه 14 یا میکنه 10. مثلا عددی که شما حاصل میشه برای واحدتون خیلی بیشتر میشه. حتما نیروهاتون زیر شیلد نگه دارید، چون خیلی نیروهای کنفدراسیون زیر شیلد قوی میشن. واحد بعدی سایکلونه. خب اینجا از روی توضیحاتش متوجه میشید که این واحد برای چه چیزی ساخته شده. از روی دیمیج متوجه میشید برای زدن پیاده نظام ساخته شده. بعضی میان از این به عنوان یک ترکیب اصلی استفاده میکنن، ولی خب درست نیست، چون دیمیج بسیار خوبی نمیزنه. بعد سی پیش هم نگاه شما 3 تا سی پی داریم واسه یک سایکلون میدین، بعد اون موقع آرمورش واسه کلاس 3 یا چون کل ساختمونا آرمور 39 40 با شما بیان سرباز دارن نگاه کنید 23، چون 3 تا سرباز بسازید دادن 69 70 تا آسیب میزنه، ولی بیان یک دونه سایکلون بسازین 40 تا آسیب میزنه. شما اگه فول سرباز بیان حمله کنید به بیس دشمن بیشتر آسیب میزنید تا که سایکلون بیان میگیرین ببرید. واحد اینم واحد بسیار خوبیه واسه پیاده نظام و زدن جاسوسا و همچنین دریافت اطلاعات داخل نبرد استفاده میشه که بالا تپه نگه دارید یا جلوتر از دستگاهتون نگه دارید تا ببینید جلوتر چه خبره. ولی خب الان استفادهش کمتر شده، واسه بیگ بیس فقط استفاده میشه، چون هیروی جدید آوردن تمام قابلیتایی که این میخواد انجام بده رو خودش انجام میده. اونم میشه گفت واسه تورنمنت های سرعتی استفاده میشه. واحد بعدی هم ورتکس مهارت بسیار بالایی میخواد، چون تیم مقاومت پرکوبیناش میره زدوایش میره زیر چمیلیون یا داخل دریا الیگاتور زدوای زیادی داره، واسه همین فضای مانور ورتکس زیاد نیست. بعد اینا تو درگیری مستقیم، یعنی وسط مپ همزمان بیان با هوا درگیر بشین، رو دور زدن به خاطر سرعت زیادش بیشتر دور میزنه و نمیتونه خوب عمل کنه و اینا بزنید در برید. این مهارت بسیار خاصی میخواد. واحد بعدی هم سوره. خب اینم از روی مشخصش معلومه واسه چه چیزی ساخته شده، بیشتر واسه زدن ساختمون ها و واحد ها استفاده میشه. روز آرموش میتونید ببینید که چه آسیبی به چه واحدی خوب میزنه. میگم واسه سرباز خیلی کمه، ولی واحدهای 2 یا 3 بسیار زیاده. واحد بعدی هم دلتاست. دلتا هم خب اینا ببینید واحدهایی که واسه ریسک گیری استفاده میشه حتما آپدیت کنید، چون خیلی تاثیر داره که اول بازی شما ریسورس خوبی بگیرید یا نه. دلتا یه واحد بسیار خوبیه، رو مشخصش معلومه که واسه چه کلاسای خوب آمار میزنه. کلاس 2 اینا خوب آمار میزنه، هلیکوپتر هم خوب میزنه، واسه راهش هم بسیار خوبه چون راههای بسیار مختلفی واسه حمله به بیس دشمن دارید. واسه ریسک گیری هم خوبه و خب قیمتش زیاده. اگه میخواین بسازین نیارینش، اگه میارین حتما آپدیت بیارینش. یعنی حتما این دو تا واحد و سرباز و دلتا رو سعی کنید قبل از همه آپدیت کنید، چون واسه استارت بازیه. شما میخواید یه بازی خوب داشته باشین بعد استارت قوی داشته باشین. واحد بعدی هم وایکینگ هم خب از تو دریا بسیار قویه، ولی خب باز یه نوع باگ هایی داره، سر اجدرش یکم گیج میزنه و خب ضعفای نسبت به هوا چون آنتی آیر نداره، رو به جلوی هوا ضعیفه. ولی خب دریا خوبه. اگه نظم داشته باشین تو آرت خیلی مهمه که چیدمان و نظم داخل واحدها برای واحدها اجرا کنید. واحد بعدی هم پوسایدن واحد بسیار خوبیه، ولی خب یه نوع ضعفایی هم داره. یکی از ضعفاش اینه که فاصله شلیکش با فاصله دیدش نمیخونه، یعنی رنج بسیار زیادی داره ولی خب دیدی نداره. یه واحد باید داشتین جلوتر چون تاثیرگذاریش بیشتر میشه. ولی خب هوا هم خوب میزنه، ولی جلوی الیگاتور تنها اگه گیر بیاد یا جلوی واحدهای پایینتر بد عمل میکنه، نمیتونه آسیب خوبی بزنه.
خب میریم نسبت برای ساختمونا هم یه نوع آپدیت هایی داره که بعضی خب گیگ میزنم، من یکم میام توضیحاتی میدم در موردشون. این مثلا برای برق ساختمون HQO یا همون مرکز. خب چیه مثلا اولین مرکزی که دارین اینجا مشخصات نوشته 75 تا برق میده، 40 تا ریس میده، 40 تا CB. شما این اگه بیان زیاد کنی نوشته لول 1 5 تا زیاد میشه، لول 2 8 تا زیاد میشه، لول 3 10 تا زیاد میشه. این برق ساختمون اصلیتون یا HQO تو مرکزیتون رو بیشتر میکنه. این هم در مورد ریسورس، یعنی عدد که اینجا نوشته 40 این بیشتر میشه 42. همینجوری واسه سطح بعد الان مثلا 42 کنید، سطح 2 65 میشه، سطح 3 90 میشه، سطح 4 115 میشه، سطح 5 140 میشه. اینم خب آرمور، اینم CP دیگه. CP تعداد واحدهایی که میتونید بسازین. اینم دید اولیه مرکزه که چه فضای اول نقشه براتون نشون میده. اینم دیپلمات تایم که بسیار مهم، حتما اینو باید آپدیت کنید. دیپلمات تایم چیه؟ تایم اولیه بازیه که یعنی تایم ساخته، تایم مذاکره، یعنی تایمی که شما بسازید واحد ساختموناتون رو خیلی سریع، سرعت چند برابره. اینم پول اول بازیه که بهتون اول چقدر پول میده. این اگه آپدیت کنید بهتون نمیشه مثبت 200 پولتون بیشتر میکنه اول بازی. خب اینم کنسترکشن یارد، اینم آپدیت خاصی نداره، سرعتش اینجا نوشته. اینم کاشیه که فضاش بیشتر میشه. اینم برق، خب آپدیت خاصی نداره، دوشون برق تو میکنن. اینم HB آرموره. اینم سپلی سنتر برای ریسورس، یعنی برای پولتون. خب این میاد تعداد که بهتون میده رو بیشتر میکنه، این میاد درصدی از چیه بعدی که کم میکنه کمتر میکنه. این شما اگه اولین توبلی بزنید 80 تا بده، بعدی 40 تا میده، این درصدش کم میکنه، 40 میکنه 30 میگن 40 میکنه مثلا 45، باعث میشه کمتر پول کم شه. خب اینم سربازخونه، چیز خاصی نداره، HB آرموره و سرعت ساخت نه همینجوری، چیز خاصی نداره. بعدن توجه کنید همه اینا آرمور 3 مثلا میگذارم به توضیحات توجه کنید. اینا همینه، اینا برای باند. خوب این توضیحات همینجوری نوشته، چیز پیچیده ای نداره که بخواید خودتون اذیت کنید. هم نوشته دیگه برای سوخت این برای ریکاوری واید به داخل باند ریکاوری به زودتر بشه. اینم سرعت، اینم برای کارخونه، اینم برای سیستم. الان سیستم داره جدیدن، قبلا قوی بود الان جدیدن ضعیف‌تر شده. اینم دیمیج و اینم تایم و اینم برای چه شلیک و این چیزای دقیقت و چیزای خاصی دیگه است، مهم نیست. اینم HP آرموره. اینم بنکره. بنکرم دفاعی خیلی خوبیه. کلا دفاعی آبی و ساختمان‌های آبی نسبت به مقاومت یا غیر مثلا خیلی بهتر و آرمورشون و HPشون بیشتره، واسه این اوبی سگجون دارن. همینم توضیحات خاصی نداره، رنجش بیشتر میشه یا این دیمیجش بیشتر میشه. اینم مدار دیدشه، دقیقت شلیکش این چیزاست. اینم خوب HP، اینم چیز خاصی نداره بخوام خودتون اذیت کنین. اینم مثلا تایمی که زودتر شلیک کنه یا رنج بیشتر میشه. اینم خب نوشته دیگه سنو چیه، شوهای تخریبش بیشتر میشه، ایمیجش بیشتر میشه. اینم آرموره، چیز خاصی نداره بخواد در موردش توضیح بدی، همه چیز نوشته بودن و واضح. اما در مورد هیروها هر کدومشون 2 تا ابیلیتی دارن. به عنوان مثال الان سربروس 2 تا ابیلیتی داره. یک نظر ابیلیتیش اینه وقتی جونش داره 25% شد میاد اینقدر دیمیج میاد شیلد میذاره رو خودش، اینقدر دیمیج از دشمن کم میکنه که کمتر آسیب ببینه. اونجا خب با شغل نوشته مثلا تایمش چقدره، مثلا 7 ثانیه خورده اینقدر دیمیج کم میکنه، اینقدر بعد اینقدر ثانیه دوباره درست میشه برمیگرده. اینم جامپشه که بیشتر برای آسیب زدن به واحدهای پیاده نظام و همچنین فرار. بعضی وقت باید با این فرار کنید. خب اینم توضیحات آپدیت، چیز خاصی نداره، ولی اگه آپدیت میکنید سعی کنید راکت رو بیشتر آپدیت کنید.
و سرنیزش و تفنگش رو کمتر آپدیت بزنید، چون با جامپ خودتون میتونید پیاده نظام بزنید بهتر کنید دیگه. نیاز نیستش حتما بیاد تیر بزنه، ولی خب جلوی واحدهای تانک و هلیکوپتر اینا کمتر چی میکنه، کمتر از تفنگ استفاده نمیکنه، فقط از راکت راکت رو بیشتر آپدیت بزنید. خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه چون دقت شلیکش این چیزا داخل این آپدیت. به عنوان مثلا هلیکوپتر اگه جلوش باشه 3 تا 4 تا راکت بزنه، شاید 2 تا 3 تا خطا بره، 2 تا 3 تاش خطا بره. خب اینم برای ریکاوریه، چیزی خاصی نداره که تو بازی بشین چیزا خودش به مرور زمان به دست میاد. اینم سراپیمه. سرافیم خیلی هیرو خوبیه، خیلی دوستش دارم، ولی خب یکم مهارت هم میخواد. اینم نوشته دیگه روی حالت، اینم دو تا حالت داره، آیر یا لند مود. روی آیر اینقدر آرمورش کمتره، روی زمین آرمورش بیشتره ولی خب دیمیجش کمتره. اینجا تو توضیحات هم نوشته. خب اینم دو تا ابیلیتی داره. یکی ابیلیتیش تیربارشه که حالت 30% بیشتر میشه، یعنی ریت فایرش میشه 309، ریت فایرش میشه 309. این مثلا 7 ثانیه خورده میزنه. تا برگشتش هم نوشته. این خیلی مهمه، حتما باید رو حالت جاسوسی هم مقدرش بوده. حالت جاسوسی اون ابیلیتی رو چه چیزی بخوای خرج کنی، اگه روی هیرو سوم قرمز اون خرج کنی خیلی بهتره، آسیب خیلی خوبی میزنه بهش. خب اینم ابیلیتی خودشه، موشک بلون میکنه دشمنو، چیز خاصی هم نداره دیگه. در مورد آپدیتاش هم باید بگم اچ پی آرمور بهتون گفتم. این در مورد تایمیه که تغییر حالت میره، لند مود میره یا آیر مود میره. این هم در مورد دقت و بعضی آپدیتش رنج میده، یا الان مثلا تارگت تایمی که بخواد هدف گیری کنه کمتر میکنه. این دیمیجشه. این هم رادارشه، خب دید و چای حرکتی یا فرمانبرداریش اینا رو بیشتر میکنه. این هم خب ریکاوری چیز خاصی نداره. در مورد سولاریس، خب سولاریس هم یه هیرو خیلی سگیه، بزن مهارت میخواد. حتما اگه سولاریس دارین جلو سعی کنید جلو نگه دارید، همیشه پشت خط زئوس نگه دارید، سعی کنید دسترسی بهش آسون نباشه، چون رنج بسیار خوبی، 10 رنج داره، رنج بسیار خوب، آسیب خوبی داره، از دور خیلی بهتر عمل میکنه. بعد باش فرار کنید دیگه. قبلا سوالش زیاد بود، راه میشد فرار کرد، خیلی هیرو وحشتناکی بود. اینا خب دارید سوالش کمتر کردن. این هم آپدیتش چیز خاصی نداره. اچ پی و آرمور. اینم تفنگ چیشه، لولشه هم بعضی وقت رنج میده ولی خب دیگه از این بیشتر نمیشه، آخر رنجش هم 10. اینم در مورد آسیبشه. اینم در مورد مدارشه. این مدار مثلا واسه همه وارد یک دونه یه نوع آپدیت میده. این مثلا این سری فایر دقت شلیکشه بیشتر میشه. اینم ریکاوری چیز خاصی نمیده. اما بیهولده هیرو جدید اومده، یکم بچه نمیدونم چه چیزای آپدیت کنم، که سعی میکنم توضیحات بیشتری بدم. این واحد اصلا کلا واسه درگیری ساخته نشده، این واحد جاسوسی اطلاعاتیه. دیمیجش اونچنان آسیب نزنید، چون ما داخل خود نسخه سند بودیم اومدیم استفاده کردیم از این، میدونیم این چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. اچ پی آرمورش هم سعی کنید آپدیت بزنید، چون با جت اینا میان نمیگن میزنن، ولی خب ابیلیتیش اینو کمتر میکنه، مثلا چند ثانیه غیب میشه، تو دسترس نیست که جت اینو بزنن. در مورد آپدیتش من بگم، خب اچ پی آرمور که معلومه، اینم دیمیجشه. این یه دید پایه داره، دید پایهش الان 10، این اگه آپدیت کنید دید پایه شما میشه 13، یعنی واحد به طور عادی 13 تا دید پیدا میکنه. این چیکار میکنه؟ وقتی واحد بیگولدر یه جا وایسه موج میزنه، موجش چیکار میکنه؟ دیدشو بیشتر میکنه. 10 مثلا میشه 13. این اگه خوب آپدیت 5 دور اون یه جا استاپ 5 دور رنج اضافه میکنه، میشه چند؟ 13 و 5 میشه 18. یعنی این واحد 18 رنج دید داره، مثل یه عقاب داخل نبرده. ولی خب بگینش دیگه بارش میکنن، باید فراری بدین همیشه. مثلا بیگریس این چیز استفاده نمیشه، خیلی گوشته. خب دیگه چیز خاصی نمون. بخوام به یه توضیح دیگه هم بدم، خب اسکیل این چیزا مونده. خب بچه‌ها داخل
کانال ما خودشون میان توضیح میدن در مورد این چیزا، ولی خب اینم چیز خاصی نداره، همه چیز نوشته داره، بازی کنه مترجم میده همه چیز در بیاره، چیز خاصی نداره بخواد پیگیرش بشید. الان سوالم بکنید در قناه گپ بهتون توضیح میدم، چیز خاصی نداره. الان خب توضیحات کنفدراسیون یه جوری مختصر مفید تموم کردم، واسه هفته بعد برای لیساینت مقاومت میایم میذارم و چگونه استارت بازی رو بزنین، چه جایی سربازخونه بسازید یا نکات دیگه برای اول استارت بازی خیلی مهمه، نقشه مهم تو آرت خیلی چیزا مهمه. الان مثلا میام بهتون نشون بدم، ما الان حدودا 101 دونه مپ داریم، هر روز هم دارم مپ به شرکت خیلی خوب داره عمل میکنه، هی مدام مپ‌های جدید هی به روز میکنه، نمیذاره اصلا بازی روتین بشه، هر روز چیز جدید اضافه میکنه یا مسابقات جدید اضافه میکنه. 101 مپ داره، هر مپ هم استراتژی خاص خودش داره واسه هر تیمی، واسه همین تجربه خیلی زیادی میخواد داره. میگم که حالات اینم لابی چیز خاصی نمیخواد، ولی حتما سعی کنید که پک استارتر رو بخرید، چون لابی خیلی مهمه. بعد همچنین میتونید بازیتون رو ببینید، وقتی یه بازی رو انجام میدید حتما یه موقع استارت بزنید یا تورنمنت میخوام بازی کنید، حتما یه بازی رو یک بار دیگه نگاه کنید، جای ریسورس ها تو مغز خودتون نگه دارید که از این مسیر برید، به عنوان مثال برید چقدر ریسورس بهتر میدید دیگه، یا از مسیر دیگه برید، یا جای 2 تا ضربه 3 ضربه بزنید. این نکات رو بگیرید واسه خودتون استفاده کنید، خیلی خوبه. دیگه چیز خاصی ندارم من توضیح بدم، کلن و این چیزا اینا خب خود محمد داخل کانال میذاره. من خب اگه بشناسید من خودم سازنده گپ الاینس ام، این آموزشام فقط واسه اعضای الاینس گذاشتم. خب بعضی‌ها میان سوء استفاده میکنن، میرن جای دیگه حرفای دیگه میزنن، اصلا واسه من زیاد مهم نیست، اینا آدم حساب نمیکنم که بخوام واسه مهم باشه. خب دیگه من دیگه خستم شدم، دیگه کم کم برم. خدا نگهدار همتون.